امروز اولین روز ماه رمضونه. الان ساعت 1:50 است فکر کنم. ببینیم اولین روز ماه رمضون چجوری میگذره. عجیبه، واقعا عجیبه. واه خیلی ممنونم ازت که روی این تامنیل کلیک کردی و داری ویدیو منو میبینی. واقعا خیلی برام باعث خوشبختی. با 128 سابسکرایبر که فکر کنم یه سال مونده رو 128. من وقتی یه سابسکرایبر به اضافه میشه واه برم یکم اقتصاد بخونم چون چند درس مونده و 40 روز دیگه باقی مونده تا کنکور اردیبهشت. فصل 3 مونده، اقتصاد رشد و پیشرفت. درس 8 9 10 11. آره دیگه این برگشت تو این کتاب نبود، مجبور شدم برم چاپ کنم. چقدر خط کتی گردی، چرا مثل دختر 14 ساله ها از اینا داری تو؟ سید چیکار میکنی با خودت؟ واقعا من نمیفهمم. دوست گل با من همراه باشین. اگه بلد نیستی یه دستی بشکنی مثل بچه آدم، دو دستی بزن برادر. املت غذای بسیار لذیذ که اصلا به عنوان سحری پیشنهاد نمیشه، باز تشنگی میشه. زندگی پراید کنید چنی کنی دردلگی دو سخته با ملاقات من روز هفته 27 الان 47 40 دقیقه. سلام. املت رو زدیم، حداقل 20 دقیقه پیش تموم کردم. املت رو خیلی پر تخمرغ و تخمرغ و گرجش کمتر بود و وقتی میخوان از اون بگم و میخوای آب بخوری دارم کچل میشم دادو. یه موهایی داشتم به مولا، اصلا خیلی نور حرفه‌ای دارم اینجا. این چیه؟ شفق قطبی باشه شیرمرد. روز اول ماه رمضونه، بارون داره میاد. ببین بهارم شده دیگه. اینجا اتاق من. این ماستو تو قرعه کشی شرکت کرده بودم، چیزی نشد. 250 بار برنامه 90 قرعه کشی شرکت کردم، هیچ وقت برنده نشدم. داداشی آبا داداشی. هر کسی روزه میگیره بگیره، به خودش مربوطه. هر کیم نمیگیره به خودش مربوطه. اصلا یه چیز شخصیه، نباید بری بپرسی آ تو روزه میگیری. تو کسی هم که میگیره نباید خیلی بیاد چیز کنه، چیه ریا کنه. منم قسم ریا نیست، فقط خواستم امروز ماه رمضون برای یه ویدئویی بذارم. آخه ویدئو نداره کانالم، چون کنکوری هستم همش توی اتاقم دارم درس میخونم. الان اومدم بیرون که هوایی به کلم بخوره. از موقعی که از اون گفتن داشتم اقتصاد میخوندم با استاد خاکسار و خیلی هوا در دلپذیر. مازندران باشه شیرمرد. داریم میریم مدرسه. من با داداش خوشگلم. من نمیخوام بیام. خودمون بچه بودیم لخ میکردیم میرفتیم مدرسه، ولی داداشی رو باید با ماشین ببریم چون خیلی دوستش داریم.
مامان دوست داره؟ جان شیرمرد. نه مدرسه ساعت 8:32 جون. برو داداشی، برو شیرمرد. چتر رو آورده باشه. وای ما اینجا میرفتیم مدرسه، ولی همیشه پیاده نه با ماشین. بفرست برای اشغال. چطوری پسر خوب؟ چرا شبیه احمقا شدی؟ مدرسه چطور بود؟ بیا گوشی بود. سب کن ای چطوری عمو؟ خط ترمز رو داری که وای کودتا کردی تو. کار گیری وای چجوری این گل نشد؟ حقیقتا خیلی دیگه الان تو این ساعت تو این مکان احساس خالی بودن معده رو دارم، ولی خب خیلی حس بدی نیست. یه بار تو 7 سالگی روزه گرفته بودم، سفره رو انداخته بودن موقع افطار، اینجوری داشتم له میزدم برای غذا. خیلی سخت بود، خستم دیگه، حال ندارم. اولین روز ما رمضان بود، الان داره افطار میشه و تموم میشه و این تا 30 روز دیگه ادامه داره. الان اومدم سر مزار افرادی که این بین ما نیستن و یه چیزی الان اینجا باید بگم. واقعا بیاین با هم مهربون‌تر باشیم. یعنی انسان ها خیلی راحت میمیرن، خیلی راحت از اون چیزی که فکر کنی انسان ها میمیرن و ما وقتی یکی از دست میدیم، مخصوصا اگه اون شخص جوان باشه، یه تلنگری میخوره بهمون که بابا لازم نیست اینقدر غرور، اینقدر نکرم، اینقدر دل کسی رو بشکنی، اینقدر سخت بگیری زندگی رو. نمیدونم میتونی حرفم بفهمی یا نه، حتما میتونی. داستان اینه که زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونه که تو بخوای خودت ناراحت کنی، بخوای کسی رو ناراحت کنی، بخوای دلی رو بشکنی. زندگی هیچی نیست غیر از مهر و محبت، هیچ غیر مهر و محبت نمیمونه، غیر از معرفت. داشت نصیحت نمی کنم و داره مثل اینایی که میگن نمیخوام نصیحت کنم ولی 1000 تا نصیحت میکنم. نه دیگه فاز نصیحت نگه.
سعی کنیم انسان‌های بهتری باشیم. وقتی که ما یه جوون رو از دست میدیم، همون اولاش به خودمون این پی میبریم بهش که فرصتمون خیلی کمه و باید انسان‌های خوبی باشیم. ولی همینم بعد که میگذره، زمانش میگذره، همینم فراموش میکنی که فرصت ما خیلی کوتاست. نمیخوام کلاس دینی بذارم اینجا، ولی همین که به کسی بدی نکنی سلطان. باز اینم نشون بدم اینجا سر خاک پسر عمه من. ببخش. دیگه دم افتارم هست، باید بریم خونه ببینیم چی میشه. ببخشید سابسکرایب کن. بعد از حدود 7-8 ساعت من ساعت 12 شب دیروز که از خواب بیدار شدم تا موقع افطار غذا رو خوردم، بعد نیم ساعت دیگه خوابیدم، باز الان بیدار شدم. یعنی برنامه خواب من اینجوریه. الان ساعت 1:30 بیدار شدم. آره واقعا امیدوارم که لذت برده باشید. مواظب خودتون باشید. نکردم من خودم فکر میکنم که نمیتونم جلوی دوربین خود واقعیم باشم. البته من دارم همه سعیم میکنم که خود واقعیم باشم، ولی یه چیزی که شدیداً نمیذاره من خود واقعیم باشه اینه که من باید سعی کنم مثلا بدون لهجه حرف بزنم. خب لهجه مو این نیه برار، میدونی که این لهجه من نیست اینجوری که بخوام فارسی سلیس تهرانی آره داد رفتیم اونجا اینا اومدم میدونی چی شد اینجوری بخوام حرف بزنم. ولی خب دیگه دارم همین سعی خودم میکنم، امیدوارم که اوکی باشه داداش. نکردم